از ننگرهار افغانستان تا گویلین چین. این فقط یک سفر نبود، بلکه بزرگترین تصمیم زندگی من بود. لحظه ای که از خانواده‌ام خداحافظی کردم، فهمیدم که دیگر هیچ چیزی مثل قبل نخواهد بود. در این ویدیو شما را با خودم از خانه‌ام در افغانستان تا پانتونم در چین میبرم. سلام دوستان عزیز، احمد سیر بارگزای هستم و به چینل یوتیوب من خوش آمدین. این ویدیوی داستان سفر من از افغانستان تا کشور چین است، برای ادامه تحصیل و شروع یک فصل جدید از زندگیم. اما سفر من فقط از میدان هوایی آغاز نشد. سفر من از ولایت ننگرهار آغاز شد. از خانه، از خانواده، از شهری که در آن بزرگ شدم. لحظه خداحافظی سخت‌ترین بخش سفرم بود. وقت خانواده‌ام را ترک می کردم، می دانستم این فقط یک سفر نیست، بلکه یک تصمیم بزرگ برای آینده ام است. از ننگرهار به طرف کابل حرکت کردم و در طول راه به خاطراتم فکر می کردم و گذشته‌ای که پشت سر می گذاشتم و آینده‌ای که در انتظارم بود. سفر هوایی من از میدان هوایی کابل آغاز شد. و اینجا لحظه خداحافظی با کابل جان و کشور عزیزم افغانستان بود.
در جریان سفر به طرف دوبای برای ما توام نیز توضیح شد. این اولین باری بود که در یک پرواز بین المللی توام صرف می کردم و برایم تجربه جالبی بود. بعد از حدود 2.5 ساعت به دوبای رسیدم. در میدان هوایی منتظر پرواز بعدی بودم و همه چیز برایم تازه و متفاوت به نظر می رسید. در اینجا دنبال پرواز بعدی هم بودم که توجهم را پول افغانی موجود در صندوق پول در میدان هوایی دوبای جلب نمود. این صندوق برای آموزش کودکان و نوجوانان کشورهای نیازمند استفاده می شود.
سپس سفر طولانی من از دبی به طرف بیجینگ آغاز شد. بعد از حدود 7 ساعت پرواز بالاخره به چین رسیدم. وقت طیاره در بیجینگ نشست حس خاصی داشتم. حس این که حالا واقعا وارد کشور با فرهنگ و زبان متفاوت شدم. بعد از گرفتن بکس هایم سفرم هنوز ادامه داشت. یک پرواز تقریباً 2.5 ساعته دیگر داشتم تا شهر گویلین. و بالاخره به شهری رسیدم که قرار است مدت در آن زندگی و تحصیل کنم. وقتی به چین رسیدم همه چیز برایم جدید بود. زبان، فرهنگ، غذا، سیستم آموزشی و حتی طرز زندگی مردم. اما من تصمیم گرفتم از این فرصت بهترین استفاده را بکنم و تجربه هایم را با شما شریک بسازم. در این چینل یوتیوب زندگی محصولی خودم در چین، فرهنگ این کشور، تفاوت‌ها بین افغانستان و چین و تجربه‌های روزمره‌ام را با شما شریک خواهم کرد. اگر شما هم علاقه‌مند هستید بدانید زندگی در چین چگونه است، حتما چینل ما را سابسکرایب کنید و این ویدیو را لایک کنید.